التماس ما این است که بالا تنگاب بسیار است و بچه ها را برای مسجد نبیام تا 16 ساله را کمت را ما تو شما رو کی پیش مرمون کرده سپارش بالاست و سپارش بالا اون گفتم من آی بالا فرمان داد از خدا که بنده های من به مسجد دعوت کنم وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا میدین من از بالا نمیترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین زاویه وظیفه من جوانان رو به مسجد جلب کردن وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره گفتم رنگی خودم با شما هم داره گفتم داملا انا با یارو گفتم فتوا برارا رنگی زن کارو من کنم بچه‌ها رو من کنم اما من گفتم من نمیتونم وظیفه من دعوت کردن پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌هاتون نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جمع شدم ایشون بود من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره خوب هوای شما خودم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که صدقه سر من بیزار من خطیبی توجه اگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم این از من چشم امید نکنید یکون با رئیس پالگام نو شده ما رو پیروز کردن هم مرا رئیس جماعت و موای اومد هزار نروی نمیشه همین مجلس که شده سیوش که یه آدم اکوایون خیست دست یک کاغذ بود تنظیر همین رئیس بود جناب رئیس بود همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم چطور قوقا میکنه هم مجاده همین از آنها گفت شما نگاری که من غذامون خیست اصلا ویران شد من تو خودت کیه یا وقت گو کی رئیس تکاوی بود تو رو جون دادو آدم از بین شد من دونه اول بگو کیه با خیلی نشالی مجلسی رایانه من دونه اگر تو عروس میشدی من در جواب گفتی قبل میگردم عروس میشدی اگر من دارم وقتی که تو مسلمانی از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف هم پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده چون میترسید خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میرید امروز در کریمل گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید جنگ شما رئیس خانم دندی جنگ شد آدم مسلمان از اذان ترسد آدم مسلمان به آواز اذان است که فیض برکت در اینجا است و این گفتن اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تنده میبیاد خاطر تو جمع کنید نه نچنی مدرسه که بکار میان گفتم نه خودینی بالا گید طرف بردن گفتن بایشون التماس ما این است که بالا تنگاب بسیار است و بچه ها را برای مسجد نبیام تا 16 ساله را کمت را ما تو شما رو کی پیش مرمون کرده سپارش بالاست و سپارش بالا اون گفتم من آی بالا فرمان داد از خدا که بنده های من به مسجد دعوت کنم وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا میدین من از بالا نمیترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین زاویه وظیفه من جوانان رو به مسجد جلب کردن وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره گفتم رنگی خودم با شما هم داره گفتم داملا انا با یارو گفتم فتوا برارا رنگی زن کارو من کنم بچه‌ها رو من کنم اما من گفتم من نمیتونم وظیفه من دعوت کردن پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌هاتون نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید من مسجد جمع شدم ایشون بود من کردم اما من این کار نمیکنم تلویزیون داره رادیو داره خوب هوای شما خودم اما ما وظیفه من کار نیست من مسجد در کار باشه که صدقه سر من بیزار من خطیبی توجه اگه من هرگز این کار نمیکنم من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم این از من چشم امید نکنید هر دینی که به واسطه زوری آمده باشد و اندک زمان از بین میرفت این اسلام دین فطری است دینی که در وجود انسان است دینی که در رحم مادر بودگی در وجود ما هست ببینید چنگیز اینقدر مسلمان ها رو نابود کرد کتاباشو نابود کرد بعد از 10 سال چنگیز با عالم پر از اسلام شد استالین لنین یگان مسلمان نمونده همه رو کش با الحمدلله امروز 1.5 میلیارد دنیا مسلمان است بر مسلمان هیچگاه دینی مجبوری رو قبول نمیکنه امروز آزادی است شما رو کی مجبور کرد مکتب مسجد میبیایید از همه جانب دشمنان حرکت دارن شما مسجد نمیبیایید اما مسجد ها روز تا روز پرند السلام علیکم داملای عزیز از سبب سخنهای شما اکثر جوانان ما نمازخوان شدند و از کارهای فاحشه دست کشیدند ما یک گروه جوانان مخلص شما هستیم و در بعض جایها انسانهای هم یافت می شود که عالمها را حقارت میکنند ما را در غضب میآورند ما چیکار کنیم جوانای عزیز خواهش میکنم برای خاطر ما شده شما به هیچ کس
درشتی نکنید. این دشنام دادن علماها، این غیبت کردن علماها، این سنت الهی است که تمام پیغمبرای الهی از دست دشمنای اسلام روا شنیدن، گپ درست شنیدن، حقارت شنیدن. بنابراین شما به این خفه نشوید. فقط قبال بعضی خودی اونهاست که فردا در پیشگاه خدا چطور میکنن. بنابراین خواهش من از همه طرفداران مخلصان این است که از برای من پشتیبانی درشتی با کسی نکنید. با دلیل و با حجت تانید گفت صحبت کنید، اما با جنگ و با حقارت پشتیبانی کردن باشه من راضی نیستم از این. زیرا که خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. پیغمبر و ای بنده داعی در هر عصر و زمان از سخن دشمنای اسلام و دشمنای خدا غمگین نشو. عزت از جانب خدا هست و او خود شنیدی استاد از اونها چی میگویند و دیدی استاد از روز جزاشان میتیند. برای من خواهش من همین است شما جوانای خوب. السلام علیکم داملای عزیز. من چندین انسانها را با پرسنت پول میدادم. وقتی که کسیتی شما را گوش کردم دیگر پرسنتی را بس کردم و پولهایم را همش را گرفتم. وقتی که گناهش را فهمیدم که چی گناهی سخت بوده است، من میگویم خداوند چنین خداوند گناهی من را میبخشیده باشد یا نه. الحمدلله من حاضر نماز خوانم شدم. در حق من دعا کنید انشاءالله. جوان خوب برادر اسلامی، البته پروردگار گناهی تو را میبخشد. وقتی که با شنیدنی خب حرام بودن او از این کار خود نگاه داشتی، پروردگار انشاءالله گناهی تو را میبخشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. شخصی که از گناه توبه میکند مثل نو از مادر تولد شده است. انشاءالله تو از مادر نو تولد شدی. قرآن میگوید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندگان من گو اگر بازگشتی به سوی من کنند، از گناهاشان توبه کنند، من گناه اونها را میگذرم. خدا خواهد شما برای او کردارهایی که از روی نادانی کرده بوده مؤاخذه نمیشوی اگر در این توبه خود استوار بمانی. السلام علیکم داملای عزیز. در ماه سفر کردن یا توی کردن یا در خانه نو در آمدن درست است یا نه؟ البته درست است برادر عزیز. به سوال من جواب گوید که ماه سفر در آمده است. اکثر آدم ها به این کار مبتلا هستند. ماه سفر ماه خداوندی است، ماه عبادت است، ماه خرسندی است، ماه کار است، ماه توی است. بنابر ماه سفر کردن است. هیچ خیل این یگان زیان هم ندارد، یگان خاصیت بدی هم ندارد. عزیزان من، ما موحد هستیم، ما خداشناس هستیم، هر نفع و ضرر از خدا میدانیم. نه از دست سفر چیزی میبیاد نه از دست ماه سفر. بنابراین در ماه سفر من الحمدلله ما مال هم میکشیم، در خانه هامون مثلا خرسندی هم میکنن، طبق هم میشکنن، خوب شکست در یکم کم بودی نمیشه، هر روز میشکنه و باید طبق دیگه میخره میبره. بنابراین در ماه سفر هر کاری کردنی باشه مانند پیش ماهای دیگر ادامه دادن گریتان ثواب هستیم. در اسلام فال بد دیدن از ماها و از روزها و هفته ها نیست. باور کنید نیست. حالا در بعضی کتاب هایی که هستند چهارشنبه نحس است و اینش نحس است، آخری ما دروغ است. این گپا رو باور نکنید. خب این مکتوبی که خلاصش در اول صحبت گفته بودم برادری عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. اولا در حق شما و قبلگاه شما، خانواده شما نیکبختی دنیا و آخرت را تمنا دارم. بعدا از جناب شما معذرت میخواهم، زیرا نیت من رسیدن به نفس شما نیست و زبانی که در حق شما حرف بد میگوید سزاوار آتش باشد و با آن زبان خدایا بریده باد. اما آن چیزی که بین من و شما نافهمی است و این را من نفهمیدم و شاید کمبغلی خود میدانم، با وجود این من به تقدیر ایمان دارم. گرچنده که فقر در اسلام زشتی داشته باشد، نه زشتی ندارد. رسول اکرم الفقر و فخری گفتن. برادر عزیز، فقر با قناعت این فخر اسلام است. خوب باز از خداوند داناتر است و من میسر نشده است که بنده در مدت 1 سال 3 بار به شما مکتوب روان کردم، ولی از آن در خجالت هستم که به یگان تای آن جواب نگرفتم. و شما در موعظه های خود در باب ترک نماز جماعت
و ترک سیلی رحم بسیار سرزنش میکردید و من در مکتوب خود 3 سوال در همین باره داشتم تا امروز جواب نگرفتم. سوال اول، عذر ترک نماز جماعت، این نماز جماعت نرفتن یگان عذر دارد؟ من در اولی صحبت این سخن گفته بودم. خوب برای کسانی که بیمار هستند، برای کسانی که مثلا شب تاریک است و باران سخت است، امکانیتی حد الامکان رفتن ندارند، گمان